پاکستان اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. جان تشکر. سلامت باشید. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، با کمال افتخار و فرهمندی تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی، ساکنان پایتخت کشور عزیزمان و همه شما شرکت کنندگان تنطنه امروزه را بار دیگر به مناسبت جشن مقدس ملی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی و به استفاده دادن اگریگت دیوم نیروگاه برقی آبی راهون صمیمانه تبریک می نمایم. خلق کوهن بنیاد و تمدن ساز تاجیک به دستاورد مقدس و تاریخی استقلالیت دولتی نایل گردید که امروز ما این پدیده بزرگ تاریخی نوین خلقمان را با احساس گرمی وطنداری و افتخار و سرفرازی تجلیل می نماییم. استقلال ارزشمندترین کامیابی خلق تاجیک در آخر عصر 20 به حساب رفته. تاجیکستان عزیزمان محض به طفیل آن همچون عضو برابر حقوق جامعه جهان اعتراف گردید و موقع شایسته خود را در بین کشورهای متمدن صاحب شد. استقلال نشانه آزادی و هویت ملی و مایه افتخار هر یک صاحب وطن، رمز سعادت و شرط اساسی ترین بقای ملت و دولت تاجیکان می باشد. تمام مردم تاجیکستان خوب می دانند که تا رسیدن به دستاوردهای امروزه ما چقدر مشکلات سخت و سنگین را پس سر کردیم. راه تاریخی که خلق تاجیک در 28 سال آخر طی کرد مسیر پر از مانع و مشکلات بود. علال خصوص کشورمان در سالهای اولی صاحب استقلالی و مرحله مخالفت شدید داخلی و مقاومت مسلحانه وارد گردید. خائنان ملت تاجیک و خواجگان خارجی آنها با هر راه می‌خواستند دولت نوبنیاد تاجیکان را از خریطه سیاسی جهان نیست کنند و ملت را پراکنده سازند. ولی برخلاف هدفهای ناپاک خائنان ملت و بعض دایره‌های منفعت‌دار خارجی، قوه‌های سالم جامعه ما زیر پرچم ننگ و ناموس و یگانگی ملی سرجم شده، جهت رسیدن به صلح و ثبات و وحدت ملی کارنامه بی‌مثل نشان دادند. از این لحاظ من همیشه تاکید می‌سازم که
صلح و ثبات و وحدت ملی برای ما تاجیکان همچون ارزش‌های بسیار عزیز و مقدس اهمیتی کلیدی دارند و حفظ و تحکیم آنها وظیفه جانی و ایمانی هر یک شهروندی با ننگ و ناموسی تاجیکستان می باشد. واقعا نائل گشتن به صلح و ثبات و وحدت ملی یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلالیت می باشد. محض صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی به ما امکانیت فراهم آورد که تا امروز به خاطر پیشرفت وطنی اجدادیمان بسیار اقدامات بنیادگرانه را انجام دهیم. حالا با اعتماد می توان اظهار نمود که تجلیل همه ساله سالگرد استقلال همچون جشن مقدس ملی به گسترش بیشتری خودآگاهی و خودشناسی، تحکیم وحدت ملی، تقویت حس وطن دوستی و وطن پرستی و افتخار وطنداری هر یک فردی با ننگ و ناموسی تاجیکستانی صاحب استقلال نیروی تازه بخشیده ساده است. صبح امروز ما در فضای تنتنوی اگریگات دویم نیروگاه برقی آبی راغون را به کار انداختیم که این پدیده نیکی سازنده و دستاورد مهمترین ما در سمت بازم افزایش دادن استحصال نیروی برق، تحکیم اقتدار انرژتیکی مملکت اهمیت بنیادی دارد و باز یک قدم استوار ما در جاده تامین نمودن استقلال انرژتیکی می باشد. اطمینان دارم که بنیاد انشاءات بزرگ عصر سالهای نزدیک با کوشش و غیرت وطن دوستانه متخصصان و ساختمانچیان موفقانه انجام می‌یابد و به شرافت آن برابر رشد همه ساحه‌های اقتصاد ملی سطح و صفت روزگار مردم ما نسبت به امروز خیلی بهتر می‌گردد. حاضرین ارجمند، در شرایط بسیار حساس و مرکب جهانی معاصر حمایه دستاوردهای زمان استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و حفظ منفعت‌های دولت و ملت وظیفه هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت میباشد. خصوصا تربیه جوانان در روی وحدت و سرجمی، خودشناسی و خودآگاهی، وطن دوستی و وطن پروری و افتخار از دولتداری ملی در شرایط امروزه اهمیت بیش از پیش کسب کرده است. این رسالت از تمام جامعه علاخصوص از اهل ضیا تقاضا می نماید که ماهیت صلح و وحدت، وطن و وطنداری و خودشناسی ملی را به نورسان و جوانان هرچی بیشتر تشویق نمایند. ما به خاطر جاویدان و بیگزند ماندن استقلال دولتمان، نسل پیشرفته، نسل دارای تفکر و جهانبینی نو و وطن دوست و وطن پرور را به کمال رسانیدیم که در آینده مسئولیت صاحبی کردن دولتی صاحب استقلال ما به دوش آنها گذاشته می شود. باور دارم که مردمی با ننگ و ناموس ما از جمله ساکنان شهرمند پایتخت با زحمت صافدلانه و عزم و اراده قوی میبد نیست در آبادی وطن محبوبمان از هر وقت بیشتر زحمت میکشند، شهرت آن را در عرصه بین المللی بلند میبردارند، در روند دولت سازی و دولتداری و بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی سهمی ارزشمند گذاشته راه تاریخی خلقمان را که از استقلال وطن ابتدا گرفته است سربلندانه ادامه می‌دهند.
بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در سرزمین اجدادی ما ابدی باشد. پاینده و جاویدان باد استقلال خلق شرافمند تاجیکستان. شرف با مردمی با ننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور، شاه دوست و تمدن ساز و زحمتکش و سربلندی تاجیک. جشن 28 سالگی استقلال و آزادی دولت تاجیکان و با فعالیت آغاز کردن اگریگت دویمی کاخ نور تاجیکستان یعنی نیروگاه برقی آبی راغون مبارک باشد. هموطنان عزیز،